عشق تو امان می ندهد وان کیست که در ره تو جان می ندهد از بر تو 100,000 دل گشت خراب افغان وطنش را به جهان می ندهد استالف ما 3,000 خانه بالای استالف زیارتشانه استالف ما 3,000 خانه بالای استالف زیارت. دوستان عزیز فعلا هم در ولسوالی استالف قرار داریم در قریه کلالان البته و هم در زیارت ایشان صاحب. خب به خاطر معلومات بیشتر دیگه ما یکی از بهترین اشخاص به نام حاجی صاحب طاهر خاکسار داریم. خدایی صاحب داریم که صاحب برای شما دیگه راه میکنه. حاجی صاحب سلام علیکم. و علیکم خوش آمدید. جور صحتمند باشین. خوش آمدید. خوب هستید؟ خدماتتان ببخشید. در درای سلامت باشه. بچهای جهان السلام علیکم. بسیار خوش آمدید. قدماتتان ببخشید که در پای مقام بابای ما آمده. ما هم خدمتگارتان هستیم. یعنی خدمت ما همیست که ما باید از میمانات دوست داشته باشیم. میمان خود نور خدا می باشه. باعثت باشه. میمان خود از بخچای جنت خداوند میمانی که دوست داشته باشه خدا تو رو دوست می داشته باشه. چی خدمت کنیم قانون برای. خب های صاحب خواهش است البته فقط همون میریم راه گشته البته گپ میزنیم. فقط درباره همین طرفای خیلی زیبا و بلند درباره چی میگن امید قریه بسیار زیبا و دیدنی ناگفته نمانه. درباره زیارت ایشان صاحب معلومات به ما بدیم بسیار خوشحال میشیم. استالف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار عالم از شر شیطان رانده شده نجات بده ما را. بسم الله الرحمن الرحیم نور ایمان است. بسم الله الرحمن الرحیم به شرق و غرب شمال جنوب زمین آسمان قهرمان است. بسم الله الرحمن الرحیم قلب شیطان است. این استالف نیست، استالف جان است. یک پرچه از جنت موای پروردگار عالمیان است. این قریه به نام کلالان یاد میشه. ایشان صاحب بابی ماست، ما میریستیم. اسم خاکسار محمد طاهر ولد منصور گذر آب استالف علاقه‌داری استالف ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل. مجاهدین هم سمت هم شمال هستم، همیشه در کار هستم، ضد کفار هستم، عاشق الله و پیغمبر هستم. ایشان پیر در یک زمانی که ما یک پیر نداریم. نور کولیا یک بکی 24 زیاد بکن میر مجلسی خوانده ای پایان. در اینجا در خوج سرانی پیرای ما، پنشیر دیگه پیرای ما، 4 سمت می دنیا پیرای ما یک بکی 24 زیاد بکن پیغمبر از پیش ما رفته، نور کولیا رفته است. امید در نزد ما حیات است، الله حاضر است. یک زمان از این مملکت همین پیر بزرگ خود همشه، یعنی این خواهشان پیر است، یعنی ولسوالی یکی صفا باغ است، یکی خوج صفا. یک پاچا پیرار سال شد می آمد از کابل زمین، یا ظاهرشاه بود یا پدر ظاهرشاه بود یا کلاناشان بودن. همین زیر فیلوانی که جلوی پیله که میگرفت میگفت شاه غرور ما باش که شاه شاهان دیگر است. ما دو سرک داریم، این سرک ما هم سرک قبله است، این سرک ما هم سرک قبله است. این استالف نیست، استالف جان است، میمانخانه افغانستان است، پیر کامل قطب زمان دریا ایران که طاهر شیرو مسلمان است. ایشان پیر پیر کامل است. نور کویا یک 24 درجه بکن پیغمبر از پیش ما رفته است. ما خاکسار هستم. ما خاکسار هستم، همیشه در کار هستم، ضد کفار هستم. خب دیگه اولاد ما بجرم، ما دو توی هم کردیم، اولادم ندارم. اولاد ندارم، با دیدار مبتلا هستم، با دیدار خود. برای قلب خواهگاه هستم، همیشه در میدان الله و رسول خدا هستم، در سعی لشکر شیر درگاه هستم که در جمله اولیاء هستم، فقیر مسکین شما مسلمان ها. هر مرتبه که رسول خدا در اوجه آبزو کرد، اتر خلال پیش خودش بر ما قلات کرده است. یک قول مرداست که پیش ما آمده. دقیقاً. رسول الله مبارک. دقیقاً. یک قول مرداست که شیر خدا دینی پشتن، از این پشت، از او پشت، کلنگ مادیان گر کشته، مگم وقتی عرب گشته، عرب ها به ایسادر گشته. اینجا شیر درگاه ما رو بلا تحسیم هم کرده. اول خب پدر مادر برام تحسیم که مولوی صاحب چه قم مسئله گفت پدر. مادر گفت در صف اولی الله باشی. مادر گفت زیر لوای بیرق محمد رسول الله باشی. مادر گفت که
الله پشت مادر میگم نول کولیا یک بیچاره در پیغمبر پشتیبانت باشه فکرت باشه که همش قدیم است خدا حاضر است الله مادر الله هم که باشه خب همش قدیم است فکرت باشه اینجا خوجه خدیات نبی صاحب من میمانم کردیم خوجه صاحب هم اینجا پیش ما آمده است هزار مجنون سرگردان در این دیگ روان در این خاک وطن غرق شد طاهر خاکسار تا بزانو شار تا بفر قربان شما ای سابقا واقعا قصه های خیلی شیرینی بود واقعا لذت برده دیگه امید که بیننده ها هم لذت برده باشه دیگه سوال ها خود زیاد است ای سابقا وقتی که خود هم نمیگیریم خلاصه یعنی سوال باید میکردیم که تمام جوابا رو ما گرفتیم دیگه باز هم زنده و سلامت باشین قربان سر شما زیارتشانم استالف ما استالف جانم مهمان خانه افغانستانم استالف ما استالف جانم مهمان خانه افغانستانم السلام علیکم بابا جان قن چی حال دارین خوب هستی سر شما خوب است بخیر هستی این بان با من دیگه ما تو فقط صحبت می داشته باشیم چی حال اول خیرتی است مصروف چی هستین بابا جان قن ما خوش آمدید بخیر آمدید قربان شما سلامت باشید شور خود بفروشم فقط در شهر زیبای سالک خب بسیار خوب بسیار خوب والد یا خب این خیلی شونه خود از دیگه فعلا شور خود دیگه این خود جور میکنی پدر جان یعنی بله میده خب یک ترشی خانگی بده جان ماشاءالله تمام تجهیزات دیگه پیش خود است در خانه جورش میکنی یا در اینجا جورش در میکنی خانه جور میکنیم میگه بیا خانه خب باز دور نیست یا میشه از خانه فکر کنی بله کی باز امروز کمک میکنه پدر خانه جان فامیل میکنه دیگه خب، بچه داریم ماشاءالله. شکر دختر داریم شکر تا خانم شکر داریم ماشاءالله هزار دو بار. خانم هم خود داری بله خب بسیار خوب میشه درباره تعداد بچه بگویی که کدامش امروز کمک میکنه کدامش در استالف است کدامش در شهر کابل است دیگه شکر از سه بچه داریم از سه جام شهر سالف است خب ماشاءالله طرف کابل خو نیسته نه شکر خب او طرف دیگه وظیفه هم ندارن فکر کنم وظیفه هم نه ندارم اینجا سر همه جمع خود کمک بله. میکنه برو بسیار خوب میشه قربان جان. خب بسیار خوب میشه درباره چی میگن سن سالت به ما بگویی پدر جان سن سالم دیگه از این 1352 دیگه چند سال میشه 1352 مقصد در ریاضی من بسیار تنبل هستم 65 نه میشه 64 من میشه فهم که چند ساله 64 فکر کنم تا که 65 شده. همکارم رو باید کمک بکنن 64 65 شد به همقدر است خب خیر خب خدا را شکر پدر جان خدا را شکر خب چطور از حساب مثلا فرمایشات تو فرمایش ها میایه برات یا نمیایه نه دیگه خود شهر دیگر که روزیش بود میگه خودش میه خب دیگه 30 سال یا 40 سال همین دستگاه و خدمت رو زده جان دیگه کسی که ماشاءالله. مختص خوردست میه میگه خب نظر به این محیط ماشاءالله سرشناس آدم هستی بسیار زیاد 100%. هر کس که می یک دست خب بالا ولی میکنه دیگه من نام از مامن شاه تخلف میماخانه است ماشاءالله شهر ماشاءالله سالف که بیایی بگو میماخانه رو کار دارم خلاص اینو میگی به ای. خدمت نره یک گیلاس او یخ یا یک گیلاس چای بخیر اونمو اخلاق خوش تو باعث شد که ما از یک راه دور پس بیاییم پیش خود خدا گفتیم نگهدار. 100% یک مصاحبه هم را خود می داشته باشه به خدمت سی قربان شما خداوند در کار و بارتان برکت بندازه پدر جان خدا شما را هم کم نکنه خداوند بخیر بانه شما را زنده و سلامت باشین علیکم. فعلا با اجازه تا بخیر باشید. بخیر باشه